کوچک دادم کامرام رو سوز کرده است. و همه سلام. خوش آمده دادا. خوش آمدی نجیب. ما خورو خوردیم. تو گرسنه ای؟ نه زنک، چیزی نمیخورم. دادا ماشینتون کنی ویران شده است. نه پسرم، در کارخانه ماندم. مال دولتی میدانی. بیایید بچه ها، درس هایتان رو تیار کنید، بعد به جای خوب. مایلش. شبی خوش دادا. نجیب، چرا خوراک خوردن نمیخواهی؟ این هم میگذرد نجیب. بیشتر همچی ها را از سر نگذراندیم. رهنا زنگ زده بود، همش را گفت. این یکم مراتبه نیست که به تو تهمت میکنن. غمگین نشو. از دستمان چیزی نمیآید، چیکار کنیم؟ این هم یک امتحان. در 12 سالگی هم قرار دادم پلیس شوم. پدرم رفیقی داشت، سرمفتش بود. بعضا به نزد پدرم می آمد. شاهمات بازی می کردند. او را هر بار دیدنم چل حوث لباس هایش رو می کردم. کلاهش، شیم درزما شدهش، طرز ایستش. در تاکسی همین ها رو به خاطر می آوردم. 18 سال شده است. با زبان آسان. 18 سال. چند بار تیر خوردم. چند بار خنجر خوردم. از مرگ ها گذشتم. شب و روز را در کوچه ها گذراندم. به خواب ماندم. نتیجهش چی؟ نجیب سردار، تو را آزاد میکنیم. نه، این کارها همیشه ارزان بودن مگر هیچ اینقدر فریاد زدن نمیخواستم. فریاد زدن نمیخواست.